سلام بچه، حال چطوره؟ تو این ویدیو قراره که بریم 3 تا ساندویچ بندری با قیمت‌های مختلف رو بگیریم و بخوریم، از قیمت پایین تا بالا، ارزون و متوسط و گرون، و ببینید که کدومش خوشمزه تره. مرسی که این ویدیو لایک می‌کنید، سابسکرایب هم کنید، چنل زنگوله رو بذارید، کامنت هم بذارید. دمتون گرم که این ویدیو رو ببینید. خب بچه ها، رفتیم 3 تاش هم گرفتیم از 3 تا جای مختلف و واقعا پدرمون در اومد تا بریم اینا رو بگیریم. ولی خب میخوایم ببینیم چه جوریه. قیمتا رو براتون نوشتم، دیدید که چند بودن همشون. بریم که بخوریم، تست کنیم، ببینیم چه جوری بوده. بریم. خب بچه ها، رسیدیم به اصلی ترین بخش این ولاگ، ارزون ترین تا گرون ترین بندری شهر. خب بیا اینایی دست فیلم بگیم. ببین دقیقا از اندازه هاشون که قشنگ معلومه چیه. خب این همون 10 تومانی هست، این وسطی همون 40 تومن شو داره، 40 تومانی هست، 45 تومانی هست، این هم همون 90 تومانی هست. خب دیگه از اندازه هاشون معلومه. فقط من اینو میترسم 10 تومانی رو بخورم، نمیدونم بندری هم 10 تومن میده. خب بریم ببینیم چه جوریه. حاجی یا اول وایسا، بذار من یه تیکه بکنم که خب همشو چجوری میخوام از یک دادم 4. ببین اصلا طعم نمیده. نگم طعم بد میده، اصلا طعم نداره. من فقط یکم خیارشورش رو فهمیدم، اصلا طعم نمیده. این چیه؟ تو هم یکم بخور ببین. افتاد. خب تو هم بخور ببین. من واقعا به نمره کم میرم. همه آب نمیده. تو من به 3 میدم. چند؟ 3. همشون یکی شد. بخورین تایم. خب بچه این 10 تومانی خوردیم. من بهش از 1 تا 10 نمره 3 دادم. اصلا حال نکردم. فقط سس نزد، یا سس یادم رفت. به خاطر سسه یا نه چه ربطی داره؟ خب اصلا واسه این سس نداد به من، فقط واسه این 2 تا سس گرفتم یه دونه. و بذار اینو با سسی که خودش داده بخوریم. خب میرسیم به این ساندویچ 45 تومانیه. ببینیم که این چه جوریه. دونون گرفتی؟ خب من چجوری با دست بکنم؟ چاقو که هست. بذارید این بالاخره کنده شد. بریم اینو بخوریم ببینیم چه جوریه. باشه خوب نمیم.
این باز واقعا بد نیست، نسبت به اون واقعا بهتر. من به این خب 6 رو میدم بهش، از 10 6 رو میدم. باز داره طعمی فهمیدم برای اون سوسی که روی بندری میریزم باز معلوم بود. تو چی؟ بیا یکم بخور ببین چه نمره میدی بهش. من که بهش همون 6 اینا میدم دیگه، 6 واسه شو که ولی باز خیلی خوشمزه تر از اینه. حالا میرسیم سراغ آخری این گندهه. خب اینو بذارم کنار، حالا بعدا میکنم. خب این 90 تومنیه، اصلا از حجمش که قشنگ معلومه بزرگه، بسته‌بندی مناسب. خیلی کند، از اون دونونش اندازه این نمیشه. خب بذار اینم ببریم. بچه ها اینم ببینیم چه جوریه. بذار دیگه نمیخواد سس خودش رو باز کنم، من اصلا همین بزنم بد. این به نظر دوتاشون خوشمزه تر بود. من به این نمره 8 رو میدم، هم از لحاظ حجمش که یکم بزرگتر بود، هم از لحاظ طعم. من بهش 9 میدم. آره خیلی خفنه. من به این نمره 8 رو میدم. پس دقیقا فکر کنم اندازه همون قیمتا شد دیگه، 10 تومنیه که همون 3 گرفت، تو هم 4 داری بهش. اون 45 تومنیه باز بد نبود، باز مثلا آدم بخوره خوشمزه است. مثلا بهش من نمره 7 دادم تو 8 داری. آره به این من 8 دادم تو 9 داری. ولی خب مثلا یه ساندویچی خود 10 باشه نمیدونم، شاید اینجا این حالا مثلا شاید جای دیگه خیلی خوشمزه تر باشه، ولی خب بین اینا این واقعا از همه خفن تر بود. خب بچه‌ها خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید، دمتون گرم. اگه بازم دوست دارید که مثل این ویدیوها بگیریم بریم گرون ترین و ارزون ترین غذاها یا هر چیز دیگه، مثلا شاید آب میوه چیز رو امتحان کنیم، حتما تو کامنت بهم بگید. مرسی که ویدیو رو لایک میکنید، سابسکرایب میکنید، نیازمند حمایتتونیم. دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.